با اینکه کشور لوکزامبورگ یکی از کوچکترین ها تو اروپا است، اما یکی از بالاترین درآمدها و شاخصهای زندگی رو داره و یکی از مهمترین مراکز مالی در اروپا است. همچنین دارای یکی از بیشترین تنوع زبانی در جهانه. زبان‌های رسمیش لوکزامبورگی، فرانسه و آلمانی هستند. دیروز می‌خواستم 2 تا کراوات بخرم و وقتی به فروشنده گفتم به کدوم زبان راحت‌تری صحبت کنیم بهم جواب داد آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و پرتغالی هم میتونم صحبت کنم. منی که فکر می‌کردم چند تا زبان میدونم حسابی کم آوردم. لوکزامبورگ یکی از اولین کشورها بود که برنامه ملی برای سفر به فضا رو راه‌اندازی کرد. اینجا طبیعت بکری داره و واسه منی که عاشق کوه و تپه و صدای رودخونه هستم مثل بهشت، تا جایی که اصلا دلم واسه آمستردام مصنوعی تنگ نمیشه. راستی اگه یه روز به لوکزامبورگ سفر کردی حتما از کلمه موئن استفاده کن که به معنی سلامه، تا دلشون رو به دست بیاری. اینجا کانال امادیتو و مرسی که با من سفر میکنی.